در تعریف حال ساده simple present برای بیان اتفاقاتی هست که یا مسائلی هست که به صورت تکرار پذیر انجام میشن. مقدار این تکرار میتونه متغیر باشه از never هرگز تا always و برای بیان مسائل و مواردی هست که به صورت علمی ثابت شدن و یک حقیقت هستن. ساده ترین شکل استفاده از زمان حال ساده برای بیان مسائل و حقایق علمی و ثابت شده است. مطالبی که پیشتر اثبات شدن و حقایق علمی و کلی هستند. The earth is round. زمین گرده. Water boils at 100 degrees Celsius. آب توی 100 درجه جوش میاد. The earth revolves around the sun. زمین دور خورشید میچرخه. برای بیان اینطور جملات و مفاهیمی از simple present استفاده میکنه. حالت دومش برای بیان کارها و عملهایی که به صورت تکرار پذیر انجام میشن. مقدار این تکرار میتونه متغیر باشه. I drink tea at 5 p.m. من ساعت 5 چای می نوشم. I usually drink tea at 5 p.m. من معمولاً ساعت 5 چای می نوشم. تفاوت این دو جمله اون حالت و اون قیدی هست که مقدار تکرار رو داره نشون میده. She never sleeps at 10 p.m. هیچ وقت ساعت 10 شب نمیخوابه. We play tennis every Tuesday. توجه کنید اینجا every Tuesday هست. داره تکرار رو نشون میده. هر سه شنبه تنیس بازی میکنیم. Time tables and events. کاربرد بعدی برای زمانی هست که اتفاقهایی که توی جدول کاری ما هست بخوایم ابرازش کنیم، باز هم از زبان حال ساده استفاده میکنیم. The exam starts at 10 a.m. امتحان ساعت 10 شروع میشه. توی این مثال از پیش تعیین شده که امتحان ساعت 10 باشه، پس ساعت 10 هم اتفاق میفته. The bus leaves at 8 a.m. اتوبوس هم ساعت 8 میره. Instructions and directions. زمانی که ما بخوایم آدرسی به کسی بدیم یا دستوری بدیم، باز هم از زمان حال ساده simple present استفاده میکنیم. Please take a right. لطفاً برو راست. Drink a full glass of water with tablet. اینجا داریم یه instruction، یه دستوری، یه اطلاعی رو به کسی میدیم. زمانی که میخوای قرص بخوری، یه لیوان پر آب بخور.